این زمان با ساعت خود می‌نگرد. صدایش تکیدوار و رقابت دوغوز می‌گردد. تماشاگران ارجمند این بازی رو یکجا با شما تماشا خواهم کرد. شورای مهرآوری کشور دوشنبه رو صدایش تکیدوار فتح‌الله پاس به کناری کرد. ارسال توپ به داخل جریمه گاه امکانیت برای بازیگرانی. ما گفتیم که در 4 بازی اخیر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شکست نخورده است. در این زمان متوجه شدیم با هجومی که می‌بینیم پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای شرفجان صالح ضربه یوبا توپ از پاوی دروازه می‌گذارد. ببینید که چگونه امکانیت برای شرفجان صالح که بدون دخالتی رقیب ضربه را اجرا کرد و ارسال توپ به داخل جریمه گاه امکانیت برای بازیگرانی که کمی بلندتر توپ هوا داده شد در این وضعیت. پاس به کنار راست میدان شرفجان صالح. شرفجان ضربه جانبی دروازه نوانیق. اینجا دیگر پیشین تو هم بود با تنهایی به پیش میرود. پاس به کنار راست میدان شرفجان صالح ایدان اکران ضربه جانبی دروازه و نوانیق میتواند شد. شرفجان ضربه بسیار هم ضربه جانب و فراموش سعیدов نمیگذارد که دروازه دسته او رخنه شود. سیروش تکیدوار خورشید عبداللهیف ارسالیو امکانیت ضربه جانبی دروازه و توپ تریون بار بخورد. این ضربه جانبی ارسال توپ بلند هوا داده شود و از ها بلندتر جایش کرد. در این حالت دوشنبه نیز سفری مشکل دارد. زیر خطلون متوجه میشیم ضربه شرفجان صالح بو سر ضربه داشت شرفجان رو فراموش سعیدov با فیلم دست گرفت. افساید اومد نبود و سایبانی توردیف صدایش که خود را بلند میکند. 0-0 در دربی پایتخت در بازی دسته‌های